خواهران عزیز، از همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم به شما پیام دارم. از آن ملکه عفت که قرآن به پاکدامنیش گواه است و او را مادر مؤمنان میخواند، سیده عایشه رضی الله عنها. در تفسیر قرطبی آمده است که روز به نزد همسر رسول الله سیده عایشه رضی الله عنها گروه از زنان داخل شدند که لباسهای تنک پوشیده بودند. حضرت عایشه رضی الله عنها وقتی آنها را دیدند فرمودند: این کنتن مؤمنات فلیس هذا بلباس المؤمنات. اگر شما زنان مسلمان هستید، این لباسی که پوشیده اید لباس زنان مسلمان نیست. پس ای خواهر مسلمان، وقتی لباس های تنگ و تنوک و نیم برهنه می پوشی، با کی پیروی میکنی؟ با زنان بی خدای فاسقی که بروز حساب و جزا ایمان ندارند، با آنها پیروی میکنی؟ چرا با همسران پاک پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم پیروی نمی کنی؟ این را بدان که با پوشیدن چنین لباس ها تنها شیطان و مردان بلهوس فاسق چشمچران را خوشنود می کنی، ولی الله رب العالمین را ناراض کرده به غضب می آری. پس کمی از عاقبت کار ناروای خود بیندیش.